مرحمت. ببینید دوستای عزیز، بارون باریدک یک دو روز شد که پروردگار بارون عطا کرده است در طبیعت برای مخلوقاتش. دو روز شد که بارون میباره، طبیعت تماما رنگ دیگر گرفته است، یعنی که از سر نو زنده شدگی. ما هم تصمیم گرفتیم به همون خاطر امروز یک گردش کنیم در طبیعت بهشت‌آسا، همراه شما یک صحبت داشته باشیم. چون که شما در نوار میبینید دوستای عزیز، همین زنبوروغ همین یک دو روزه یا دیروز یا پره روز بگیم برآمدگی اینقدر عمل کرده است، کلان شده است. همین نمود علفی که ما جمع‌آوری کرده استیم در منطقه ما در دهه یول مطلق نام میبرند، استفاده میبرند. مطلقه در غذاهای بگیم بهاری، در آتله و آش بریده، باز در دیگر نمود غذاها هم استفاده میبرند. لیکن تر تازه شد در همو گفتن که آتله های بهاری استفاده میبرند. کمتر مزه تلخی داره، بوی خوب داره. در بیماری های سنگ تلخه فایده کلان داره استفاده بردنش، یعنی که استعمال کردن همین گیاه مطلق سنگ تلخدان بگیم که ریزه میکنه. در طب قدیم استفاده میبردن از همین گیاه برای گفتن سنگ تلخدان. از معیار زیاد استفاده بردنش دوستای عزیز در بدن پیدا میکنه خارشک، یعنی که از معیار زیاد استفاده بردی، همه روزه استفاده بردی، در پوست بدن خارشک پیدا میکنه. خیلی ضررآور هم نیست، لیکن بگیم بدن خارش میکنه و زود از بین میروه. مطلق در بلندکوها، در جایهایی که پارو زیاده، یعنی که برگ درختها میریزه پارو میشوه، در همین خیلی جاها میروید. و مثل همین جایی که این حال ما شیشتگی یا بگیم نشستگی و جمع‌آوری کرده ایستاده ایم همین گیاه را. در وقتی گیاه را از زمین گرفتن کوشش کنیم که پیازکش از بیخ نکنیم دوستای عزیز. من همین خیل به پیازکش بیاید خوبتر ای، با اون خاطری که همین گیاه از بین نرود. اگر که کمی ما با سراسیمگی راه بتیم هنگام جمع‌آوری کردن همین گیاه، پیازکش همراهش از زمین کنده می شود. باز ما با شما نشان بکنم، باز خیلی که میگن نفس رفتگی در پیش نوار با پیازکش نمی آید. باز یک خیلی کندم، یک چند دانش پیازکش از زمین کنده شد، یکی باز زیر خاک کردیمش. پیازک، من همین پیازک شد در وقتی از زمین کندنش پیازک با آسونی از زمین جدا می شود.
به همون خاطر ما گفتیم دوستای عزیز احتیاط خطی کندن در کار، جمع‌آوری کردن در کار که پیازکش باز در زمین باقی مونه. سال دیگر با برای ما آدمای ویرونکار طبیعت باز ببروین، باز بریم آش آتله بریده و تپه بخوریم. فکر میکنم دوستای عزیز همین قدر جمع‌آوری کرده ما کفایتی میکنه، به خاطر که یک آش خوب میشود. این همین قدر گیاهی مطلع که گفتگی ما دوستای عزیز و مثل همون سیاه علف یا یک گیاه دیگر ما بوبنک میگیم یا یک گیاه دیگر هم است به همین مانند گوشی بزک، شاید در دیگر منطقه ها به دیگر نام یاد شود، لیکن در منطقه ما به همین اسم یاد میشوند. خب از بینش همین خیلی یک بگیم نرکین داره، از اینجا تخم پیدا میکنه و تخمش باز در زمین میریزه و سال آینده باز میبرویه. از پیازکش یک 2-3 سال میبرویه و از همین تخمش همه ساله اگر که ما آدما از معیار زیاد نچینیم و نبریم همه ساله از همین تخمش هم میبرویه. سیاحت ادامه داره دوستای عزیز. اگر که باز ما پیدا کردیم به همین نمود مانند گیاهی گوشی بزک، باز نوار میکنیم، همراه ما باشیم. من همین خیر باشی تا پده بیو بچه. همین خیر خود میکنیم که پیازکی بخش در زمین بمونه، پیازکش نمیگیریم، ما سال دیگر ببرویه بیاییم بچینیم. مارو که اکثری ما پیازک همین را میکنیم از زمین میگیریم، همراه همون گیاه خودش میبریم خونه، در پیازکش هم میپرچیم میروه. اگر که در وادی ها میبرومد خودش همونجا میبرومد و پیازکش میچینن میبرن، میگه که حولی دا میشنونیم، نمیشود در حولی، فقط در ایلاق من همین شرایطی که هست در همین گونه شرایط از زمین میبروید. و همون خاطر دوستای عزیز کوشش کنه که بل گیاه های طبیعت ریشه‌کن نکنیم. گفتیم که مایل چرمک یا که گوشی بزک در دیگر منطقه های تاجیکستان یا بگیم که تاجیک زبان های شاید افغانستان یا شاید در ازبکستان مردم تاجیک این گیاه را دیگر نام ببرند، نمیدونم راستی، لیکن در همه جاهای ما هم نمیدونه این چیزا، بعضا آدم ها میدونن. از مثال از 1000 نفر شاید که 10 نفر بدونه همین چیزا، همه نمیشناسن. من امروز دیگه یک دو سال شد که همین گیاه قطعی آشنایی پیدا کردم. کلانترها کلان سالا نقل میکنن که گیاه طبابتی های استعمال کردنش فقط اگر استعمال کنی از سبب شاید یک بوی داره، بوی خاصی بلند داره، شاید از اموی حساب باشه. میگه که در بدن که شبوشک بسیار باشه، شبوشک ها از بدن میگریزن اگر که بسیار استفاده بری همین گیاه را. و بعدن باز میگه که موی سر رنگ میکنن به همین گیاهی گوشی بزک یا اینکه مایل چرمک، موی سر رنگ میکنن، رنگی سیاهی بلند میشود. این هم گیاه طبابتی های کوشش میکنیم که با پیازک بخش نگیریم و با چینی یا اندازه‌ای که در کره جمع آوری کنیم از او زیاد طبیعت خراب نکنیم.
خدا خواسته باشد این بیگه اگر بر وقت ترک برسیم یک آشی بریده یا یک آشی تپه درخواست میکنیم در خونه با متعلق گوشی بزرگ گفتن که یعنی کجا شد نرکینی که از بینش میبرویه بسیار میگن در امو اوتلا به مزه بده است. همین میزنی یک قشق دیگه به پیش امرت نمیمونی برای پیش امرت میچوی همیوش هم میخوری. شد همین خیلی دوستای عزیز سیاحت دومه داره علفای بهاری بسیار جمعواری میکنیم. خب باز میبینیم چینی میافتیم باز امروی شما میبینیم. همین گوشی بزرگی که گفتیم یا که مویل چرمک فقط در زمین های همین خیلی سنگ زمین می شود در جاهایی که یگان علف دیگر نیست نه میخواه که طاقه خودش باشه. دوستای عزیز گرامی من همی بود یک معلومات کمی هم باشه در باره مویل چرمک یا اینکه گوشی بزرگ به اصطلاح یا با شیوه مردمی کوهستان مویل چرمکش همین است. در اصل اگر خوب دقت کنیم بسیار با گوشی بز مانندی داره و نه خوب با گوشی بز بسیار شباهت داره. گذشته از این بسیار بوی خوب داره بوی مادر میکنه بوی وطن سی علف میگن بوبانک میگن مول چی بده دیگرش متعلق میگن باز دیگرش هم هستن به همینا مانند در شکل لیکن بوهاش یک دیگرش با کلی فرق داره. شکر نکنم بسنگ خاکی وطنم شکر نکنم با آبی پاکی وطنم صد شکری سلامتی ای هر وطنم شکر نکنم با تاجیکستان وطنم شکر نکنم با تاجیکستان وطنم خاکی وطنم سرمایی چشمانی من است خاکی وطنم سرمایی چشمانی من است گویان کیان چی بر وطن منازیه گویان کیان چی بر وطن منازیه گویان کی وطن نوشایی ایمانی من است گویا کی وطن نوشایی ایمانی من است آوازی تندر یا چی میگن تندر میگن
خیلی بگیم با امید خدایم که اگون جوله و بارون نمیگیره نمیزنمون، برای که در این ایلاق در این زمینو بسیار بارونای شدید میشوه، همین خیلی بارونای سخت میشوه که جوله میشوه و بارونای سیل میشوه همه وقت. اینا ببینید شما از روی همین سنگ ها معلومه که در اینجا خیلی بارونای سیل میبره. هوا بسیار نااستوار، تندر چقماق خیلی که در بعضی جاهای دیگر میگن تندر چی میگن؟ چراغک. تندر چراغک میگن، هم خیلی گرفته است. اینا جوله با بریدن سر کرد. هوای نااستوار. ما میریم در یگون جا یک پناهگاه میگیریم، کمتر پناه میتیم خودمون که این بارون بگذره جوله، بعدا رسیپور میشیم طرف خونه. شما را در پناه پاک یزدان میسپاریم. خداوند نگهبانتون باشه. در امان خدا.